سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. در این ویدیو ما در مورد اعداد پرایم صحبت میکنیم که اعداد پرایم در پایتون چی میباشه. اعداد پرایم اعداد هستند که فقط به خودشان و یا یک عدد مثل یک تقسیم شود که هیچ باقیمانده‌ای نداشته باشه و اگر که او یک عدد ما بالای خودش و یا یک عدد دیگه تقسیم کنیم و باقیمانده داشته باشه، یک عدد پرایم شده نمیتونه. پس میتونیم بگوییم که عدد پرایم عددی است که فقط بالای خودش و عدد یک قابل تقسیم باشه و باقیماندهش صفر باشه. مثلا ما میتونیم بگوییم که عدد 7 تنها به 1 و 7 قابل تقسیم است و باقیمانده هم که صفر می باشه. و اگر بگوییم که اگر 7 ما بالای یک عدد مثل 2 تقسیم کنیم، مطمئنا باقیمانده داره و یک عدد پرایم نمیشه. و یک مثال دیگه میتونیم بگوییم که 8 که است یک عدد پرایم نیست، به خاطر است که این میتونه با یک عدد یک هم قابل تقسیم باشه، بالای خودش هم قابل تقسیم باشه و بالای عدد 2 و عدد 4 نیست قابل تقسیم باشه و باقیمانده صفر است. پس یک عدد پرایم شده نمیتونه. پس ما نتیجه میگیریم که عدد پرایم عددی است که فقط بالای خودش و عدد یک قابل تقسیم باشه و باقیماندهش صفر باشه. ما اینجا میخوایم پروگرام کنیم، در زبان پایتون میخوایم یک پروگرام نوشته کنیم که بفهمیم که این عدد ما آیا یک عدد پرایم است یا نیست. میخوایم یک پروگرام کنیم که ما در این پروگرام از فور لوپ استفاده میکنیم. ما در قدم اول یک نمبر define میکنیم. number is equal to 7 عدد 7 ما for I in range که از 2 شروع شود الا numbers باشه الا numbers. شرطی که ما میخوایم بانیم یعنی کاندیشن در چه حالت باید عدد ما پرینت شود. if number تقسیم I is equal to 0 باشه، پرینت کن که not prime break استفاده میکنیم. ما در درس قبلی با شما یادآوری کردیم که ما بریک چی است. else print کن prime. خب ما رن میکنیم، میبینیم که عدد ما بله اینجا به ما آوتپوت داده که عدد ما که است یک عدد پرایم است، بخاطر که 7 زمانی که باقیماندهش صفر باشه. ما اینجا کاندیشن دادیم اگر که عدد ما بالای 7 بالای صفر و بالای 1 و 7 قابل تقسیم شود و اگر باقیماندهش صفر بود او عدد پرایم است، اگر در غیر از او پرایم نیست. ما مثلا میایم این عدد خود تغییر میدیم، نمبر به 10 تبدیل میکنیم چون 10 که یک عدد پرایم نیست، به خاطر از که ای هم بالای 5 قابل تقسیم است، هم بالای 2 قابل تقسیم است، هم بالای 1 قابل تقسیم است. پس یک عدد پرایم شده نمیتونه. ما رن میکنیم، شما میبینید که به ما آوتپوت داده که یک عدد پرایم نمی باشه. خب دوستان، این بود از ویدیوی امروز ما که ما در مورد عدد پرایم صحبت کردیم که عدد پرایم چی می باشه و یک مثال از کار کردیم. وقت شما بخیر.